السلام و رحمت الله. بفرمایید. الحمدلله بفرمایید. سوال داشتم دوتا همین یکت واقعی مسئله که دو خیل سوال همین اگر که زن و شوهر جنگ کنن و زن گوید که بیا همین جدا شویم زن پراست جدا شویم نموگوید سبب باشه نماز نمیخواند بسیار سبب باشه میزند بعد شوهر گوید که اگر محکوم نباشد برآمده رفت در همینجا من بسیار یوتیوبنده دامله های گوش کردم من نمیدانم مگویم که در همینجا اگر نیتش هم طلاق نباشد میافتد طلاق نمیافتد برآمده رو گفتنش خودش رو میپرسید مقصدت برآمده رو گفتن چی است برآمده رو در مورد طلاق نیست اکثریتی وقت عرفاً جوابت دادم طلاق است مقصدش رو میپرسید مقصدش طلاق باشد و خودش طلاق میدهد خواهر مردهای تاجیکستان در مسئله طلاق دادن تا اینجا نیستن که برآمده رو و چی است باز به خانه مادرت رو نه بر الان میگن 3 طلاقت رو دادم یعنی این طلاق حساب نمیشود مگر او باز بعد از اون بگوید که مقصدی من طلاق تو هست چرا نرفتی اما همین که معقول نباشد برآمده رو این طلاق حساب نمیشود. من پرسیدم مقصدش رو گفتم تو فعلا گفتم مقصدم طلاق نبود عصبی که نماز نمیخواند من باوری ندارم طلاق نیست یعنی گپش سوالتون درباره طلاق باشد طلاق نمیافتد. بعد همین باز همین خیلی مانند سوال همین مگوید که شوهر همین زن و شوهر جنگ میکنن مگوید که بیا همین جدا شویم مانیم هر دو ما یک دیگری هم خلاص شویم دقت کردن نگردیم مگوید با هر دوش افیل میگردد زنک بسیار من ویدیوهای شما گوش میکنم همه دیگه دامله های گوش میکنم مگوید که مقصدش پرس گفته بودید یک تا ویدیوتون انده من بعدی همون ویش جالش برفتم پرسیدم گفت که اکو تو با چیزی گم جنگ سر میکنی اکو تو با چیزی گم خواهر طلاق نیستین خواهر رحمیه بیا جدا شویم یعنی یک مصلحت پرسی که چه خیل میشود جدا شویم گفتن این یک گون خیلی طلاق نیستین بیا جدا میشویم گفتن یعنی که با شما همین خیل کنیم چه خیل میشود گفته یک نمودی مشورت است این طلاق نیست لیکن خواهر رحمیه در زندگیتون همچون یک خواهر براتون توصیه میکنم و همون شوهرتون نماز نخواند هم چی کار کندم نکندم یک بار جدی صحبت کنید یا هر چی هست قبول کنید صبر کنید و دیگر بیا جدا شویم و دیگر گپ ها نبرید صبر کنید به همش یا اینکه جدی تصمیم گیرید و جدا شوید همین نمود زندگی که یکی جدا شو میگوید یکی من میروم من طلاقم میگوید فرزند دارید یا نه بله 3 تا فرزند هم برای فرزندتون یک دقیقه من تمام کنم صحبتم هم برای فرزند سلامت باشید هم برای فرزندتون خیلی ضرر دارد هم عصبی خودتون رو ویران میکند هم عصبی همون مرد رو یعنی خیلی این یک خانه خود رو به یک جنگل تبدیل دادن است که تو در اونجا زندگی میکنی هر بار طلاق میپرسی یا بیا جدا میشوی میگویی باز از فعلت میفروی باز دوام میدی برای کودکاتون ضرر دارد به خودتون ضرر دارد در خانهتون آرامش نیست یا جدی تصمیم گیرید و بگید پروردگار من راضی هستم دیگر از تو هم هدایتش رو میخواهم پروردگار هدایت کن در حقش دعا کنید و زندگی رو دوام دهید به یگون طلاق طلب کنید و قهر و جل یا اینکه یک بار آرامانه فکر کنید ببینید که 3 فرزند رو چیکار کرده به پدر بزرگ کرده میتوانید از عهده‌اش برآیید اگر گفتید با این مرد که هم زن است و هم گفتیم به نماز و چیز دیگر جدا شوید اما دو پهلوی رفته بعدن از این مولا پرسیدن و این مولا رو میپرسم این گونه زندگی نمیشود این خیلی ضرر دارد. بله استاد گفتن راست همین جنگ کنی و به خانه آچوت و با بدر و مادرت رویم هیچی نمیشدن رفتنتون گناه هست و طلاق نمیافتد رفتنتون گناه هست نباید بعد از طلاق الله میگه از خانه نجنبید ها الله چی میگه اذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة در دوامش میگن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن بعد از طلاق هم حتی وقتی طلاق میدی زنت نباید از خانه برآمده رود تو هم وی پیش نکن یعنی از خانه نرون وی هم نرود برای اون که شاید که بعد از طلاق یکم و دوم شما با زندگیتون یک جا شود برآمده رفتن کار درست نیست با همین برآمده رفتن یعنی دیگر خانه ویران می شود اسلام میگه نباید برآمده روی
نباید برآمده روی. مرد برعکس باید برآمده رود تا یک آرام شدنش گونه که حضرت علی بعد از کمی مشکلی برآمده رفته در مسجد خوابیده بودن. درست نیست خواهرو، این مسئله جدی است. الله به شما در سوره طلاق میگوید از خانه بعد از طلاق نبرید. ما حالی طلاق نشده از خانه برآمده می رویم که زندگیمون تلخ می شود. اون طرف هم یعنی خانواده هایم بعضیشون به جای دعوت کردن به صبر و زندگی را دوام ده برعکس اومده این مشکلی رو چندین میکنن. در همون خانه ایستادید، مردها هم مردیگری کردند و از خانه برآورده نراندن. شیطان بعد از یک مدت دیگر از نزد شما می رود، به خود می آید و میگید من به خاطر چی زندگیم رو ویران کرده ایستادم، به خاطر چی فرزندانم رو زنده یتیم کرده ایستادم، به خاطر یک مشکلی. یعنی نباید از خانه زن بعد از جنگ و تلاش هایی که می شود با شوهرش برآمده رود، اصلا نبراید. مگر اینکه گفت نه مرا زده میکشد، نه اگر من نبرآمدم مثلا به من خیلی ضرر جدی میرسد. در اینجا دیگر مسئله که شما دیگر روید و نآید. یعنی وقتی که شما گفتید من اگر استم مرا میکشد و تا این درجه دیوانه هست، براید و دیگر نآید. اما نه من در قهرم خانه پدر و مادرم میروم 20 روز میستم، یک هفته میستم، این به خوبی نمیبرد و این خلاف شریعت است. زنی مسلمان در این مسئله باید جدی فکر کند و در وقت آرامی کاش همین مسئله ها رو با شوهر بگوید که وقتی که مشکلی شد که خواه و ناخواه می شود، مرا از خانه نران، بهترش خودت برو هوای تازه گیری یا خودت خانه مادرت رفت 2-3 روز قهر بعد بیا. برعکس بشود، یعنی نه اینکه زن برود.